این رادیوی ذهن ما خیلی وقتا شبا روشن میشه وقتی من میخوام بخوابم و نمیذاره من بخوابم. اون افکار مزاحم، اون آشفتگی ها و پریشانی های ذهنی اجازه نمیده که من خواب با کیفیت و مطلوبی داشته باشم. میدونید ذهن آگاهی چقدر روی خواب تاثیرگذاره عزیزان؟ باعث میشه که ما برنامه‌ریزی های موثرتر و شفافتری داشته باشیم. رو تصمیم گیری ها به شدت تاثیرگذاره. حتی رو اینکه من میخوام برم مهمونی چه لباسی بپوشم، حتی اینکه من امروز چه غذایی درست کنم، به همین کوچولی تا انتخاب رشته، تا انتخاب شغل، تا انتخاب همسر، همه اینا تاثیرگذاره. ذهن آگاهی باعث میشه که توانایی تمرکز داشتن، اینکه من بتونم توجهم رو بالا ببرم، چیزی که ما امروز خیلی بهش نیاز داریم. از یک تکنیک بسیار ساده ذهن آگاهی استفاده بکنم. اون تکنیک چیه؟ تکنیک تنفس. یه نفس عمیق میکشیم یک لحظه و تمام توجهمون میره به بدن.